سلام. لطفاً تو موقعیتی که میگم خودتون تصور کنین. فکر کنین که بعد از 10-12 سال درس خوندن، درست موقعی که میخواین وارد بازار کار بشین و آیندهتون رو بسازین، مجبور میشین که 2 سال از خونه و خانواده‌تون دور بشین. 2 سال هر روز ساعت 4 صبح از خواب بیدار بشین با فشار بدنی بسیار بالا، فشار روحی به شدت زیاد و کارهایی رو انجام بدین که هیچ ضرورتی برای انجام دادن اون وجود نداره. 2 سال مجبورین با افرادی سر و کله بزنین که هیچ ایده‌ای از گذشتهشون ندارین. 2 سال مجبورین به حرفای کسی گوش کنین که هدفش فقط ترسوندن شما و تخریب شخصیتی شماست. 2 سال کل انگیزتون میشه مرخصی آخر هفتهتون و اون به هر بهونه‌ای ازتون میگیرن. 2 سال دیگه خودتون نیستین. 2 سال هر شخصیتی که تو این مدت ساختین نابود میشه. 2 سال باید حواستون به خودتون باشه که بهتون تجاوز نشه. این خیلی‌ها کنارتون خودکشی میکنن. گرمای تابستون باید بالای برجک پست بدین، تو سرمای زمستون باید ساعت‌ها سر پا وایسین. برای چی؟ که مرد بشین. سربازی دغدغه همه پسرایی که تو ایران به دنیا میان. حالا یه سری‌ها معاف میشن، یه سری‌ها به هر دلیلی با آشنابازی جاهای خوب میافتن، ولی یک سری‌ها با هر سختی که هست این پروسه رو طی میکنن. این ویدیو دقیقاً حرفای همین افراده. بریم گوش کنیم. آدم تقریباً 18 ساله یا آدم 30 ساله 31 ساله رو مسخره میکنه و اون آدم اگه جوابشو بده باید بشین پاشو یه حالت شنا بگیره. من 12 شبانه روز پشت سر هم نگهبان بودم. یعنی من بودم یه اسلحه، یه برجک و دور تا دورم فقط شنا ماسه بود، هیچ چی دیگه نبود. با آدمای زیادی آشنا شدم ولی آدمای خوبی نبودن. حتی واسه یه روز مرخصی بیشتر منو میفروختن. این آقا سیگار داره و دقیقاً آدرس همون جایی میدادن که مثلا من سیگارمو قایم میکردم. که آقایی که نگهبان بود چون پارتی داشت میگفت برو هر غلطی دلت میخواد بکن، من نگهبانی نمیدم. بعد حالا شما اینو در نظر بگیر که من حالا جای خودم که باید وایسم، جای اونم باید وایسم. گفتن برو زیرنویس زیر شبکه، یادم چند بود، برو زیرنویس زیر تلویزیون با دستت نگه دار، اگه بتونی نگه داری میذاریم بری مرخصی. انقدر فشار روانی به این بچه وارد کرده بودن، یادمه رفت و افتاده تو تلویزیون داشت تلاش میکرد زیرنویس تلویزیون نگه داره بتونه بره مرخصی. من گفتم برو جلوی یه درخت وایسا و خودتو معرفی کن. من گفتم این چه کاریه؟ گفتم همین کارو که میگم بکن. من رفتم، واقعا نمیدونم چی بگم، من رفتم جلوی درخت، خودمو به درخت معرفی کردم. با این حال بازم کوتاه نیومد. بردم جلوی یه تیره برق، گفت حالا خودتو به این تیره برق معرفی کن. یعنی به شدت تحقیر شدم. نشونده بودن همه رو و برگشتن گفتن کی لیسانس ریاضی داره، کی دستشو برد بالا، گفتن خب پاشو این آدم‌ها رو بشمر. یکی از چیزهایی که سربازی میخواد رو تاثیر بذاره و بفهمونه اینه که چگونه میتوان ایراب زد و ارزش داشت، چگونه میتوان آدم‌ها رو خورد کرد، آدم‌ها رو جلوی مافوقشون، جلوی بالا دستیشون از بین برد، ارزشمند شد. بابت این کارت ارزشمند شد. کفایتی رو یاد میگیری، تو یه سری رفتارهایی رو یاد میگیری که از خود سربازا اینو یاد میگیری که برای یه روز مرخصی ارزشیشو نداره که اینقدر زیاب زدن. آخه چرا خودشیرینی یاد میگیری که خب چرا اصلا داری این کارو رو انجام میدی، همش بخاطر یه روز مرخصی. آدم‌ها اگه تتو داشتن باید لخ میشدن. تو حین رژه از حال رفت، بیهوش شد، افتاد زمین. حتی تو رژه پاش شکست. همون آدم همیشه همه جا حرف زده شده که نابرابری توی ایران خیلی زیاده، حق خانم‌ها خورده میشه، حرفای سکسیستی بسیار زیاده و همه اینا درسته. کاملا منم قبول دارم این موضوع رو، ولی یک موضوعی که به شدت منو اذیت میکنه اینه که میگن هر کی از سربازی برمیگرده مرد میشه. کی همچین حرفی زده؟ هر کی باید این فشارها رو تحمل بکنه 2 سال که بتونه مرد بشه. هر کی باید 2 سال حواسش باشه که بهش تجاوز نشه که مرد بشه. 2 سال باید به حرفای کسی گوش کنه که هدفش فقط نابود کردن شخصیت ماست که مرد بشیم. 2 سال خیلی کاری دیگه میتونه انجام بده واسه مرد شدن. اگه مرد شدن به این چیزاست که الان خیلی اوضاعمون باید بهتر بود. خیلی باید شانس بیاریم وقتی از سربازی برمیگردیم همون کسی باشیم که رفتیم و شخصیتمون مثل اون کسایی نشه که باشون سر کله میزدیم. افراد کمی هستن که همچین مرحله‌ای رو میگذرونن و سعی میکنن هم آدم قبلی باشن. ازتون میخوام این ویدیو رو شیر بکنین تا کسایی که توی این موقعیت هستن مثل خود من با آگاهی بیشتری بتونن تصمیم بگیرن برای زندگیشون. و ازتون میخوام اگر دختر هستین خودتون توی این موقعیت تصور بکنین و بیاین نظرتون رو توی کامنت بنویسین. دمتون گرم.